سلام و عرض ادب خدمت دوستان عزیز، همراه گرامی. میخوام خیلی سریع دستگاه چسبان حرارتی رو به شما معرفی کنم. این دستگاه چسبان حرارتی به خاموش روشنشه، ولوم درجه حرارتشه، کم و زیاد میکنه، ولوم سرعتشه. همونطور که این صفحه میبینید میتونیم درجه حرارت از اینجا کم و زیاد کنیم که معمولا 120-130. این درجه بالایی وقتی رسید به 120 این رکمای ما فعال میشه، ما میتونیم از دستگاه استفاده کنیم. ولی ما چون داریم فیلم برداری میکنیم میخوام که سریع این دستگاه را بندازم که شما متوجهش بشین. الان تا 60 شد دستگاه ما فعال شد. با این دکمه میتونیم از اینجا قطع و بستش کنیم. دوستان خیلی در مورد چسب این دستگاه سوال میپرسین. ببینید چسب که دستگاه ما میزنیم درجا خوش نمیشه، حتی مثلا بعد 10 دقیقه یه رو بیار میبینید که این دستگاه چسبش هنوز قابل چسبوندنه. اینم ولوم کم و زیادشه، کم و زیاد چسبه. اینم نمای داخلیشه، نمای داخلی دستگاه. خیلی بی سر و صدا دستگاه کار میکنه. اینم برای پایین و بالا شدن آوردن. اینم صدای دستگاه. مخزن چسب، یعنی این قسمت سبز گرم میشه. دستگاه به صورت قالبیه. اینم ولوم سرعتشه. کم و زیادش اینجاست. ساخت کشور چینه. دستگاه خیلی خوبیه. نسبت به مصرف چسبم خیلی با صرفه تره. هلوش 230 الی 250 تومان هر کیلو چسبش که برابر با هر کیلوش نزدیک یه حلب چسب صنعتی ما. موفق باشید. راضی باشید.